مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیزی میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده دروغ‌های چند روز گذشته و حاشیه سازی‌های تتلو رو برای شما افشاگری بکنیم که ببینید این آدمی که استاد ساختن حاشیه است چقدر راحت سر مخاطب و طرفداراشو داره کلاه میذاره و جدیدن این حاشیه رو انداخته، گفته که آره من دارم برمیگردم ایران، من نمیدونم. اینا همش بازارگرمی بیش نیست، وگرنه تتلو خایه برگشتن به ایران نداره. تازه اگرم برگرده این آدم یک آدم چی بهتون بگم با 200 نفر آدم بسته یا میخواد برگرده، ولی تا جایی که من میدونم این آدم خواهی برگشتن به ایران نداره. اما پشت پرده این اتفاقات و داستانا چی هستش؟ اول اینکه تتلو چندین تا پرونده باز شکایت هم شخصی داره اونجا، هم یکی دو تا شکایت دولتی هم داره بابت تخلفاتی که در ترکیه انجام داد. از اون طرف آخرین شکایتی هم که از این طرف شده به خاطر کنسرتایی که این آدم قرار بوده در اروپا و کانادا بذاره و نذاشته و از این آدم شاکی شدن. تا جایی که من میدونم آرمین هاشمی و مسعود جمالی از این آدم شکایت کردن. نمیدونم قرار خودشون بیان شفاف سازی بکنن نسبت به این قضیه. کسانی که با عنوان مدیر برنامه ها، حالا مدیر برنامه هم نمیشه گفت، کسایی که برنامه گذار این آدم هستن در اروپا، کانادا و امریکا و بقیه کشورها، اونجوری که حالا من شنیدم از تتلو شکایت کردن و تتلو باید یه زیان 200-300 هزار دلاری به این افراد بده و چون این برگه شکایت دستش رسیده بود شاکی شده بود و کلی متن و نمیدونم فوش و دریوری نوشته بود برای مسعود جمالی و نمیدونم آرمین هاشمی و جدیدن هم سلاحپور. من این گوشی هم بذارم که حالا جلوتر میخوام براتون این چیزا پخش بکنم، از صداش پخش بشه توی گوشیم. یادم رفته بود که قبل اجرای برنامه بذارم، ولی خب حالا داشته باشیم جلوتر به کارمون میاد. سیمش هم بندازیم پشت سرمون که اذیتمون نکنه. یادم نبود قبل از ای بابا اجرای برنامه من این کارو بکنم، ولی خب دیگه ببینید دیگه پشت صحنه‌های پشت پرده رو ببینید چی هستش با هم دیگه. یه دونم از این گیرهای مال خانوما هست استفاده میکنم، ما میزنیم به این پشت گردنمون که این استیمش ول نکنه توی گوش من. ببینید دیگه جالبه براتون پشت گوشی رو. عرض میکنم خدمتتون چون شکایتی که از این آدم شده بوده، این آدم یه دفعه گفته که شکایت شده از من، الان بعد 200-300 هزار دلار پول بدم. پول از کجا بیارم؟ یه حاشیه درست میکنم میگم آی میخوام برگردم ایران فلان کنم، من جونمو گذاشتم کف دستم. اینا یه مش اسکلم پیدا بشن بگم بیا داداش این 100 هزار دلار 200 هزار دلار تو خدا برنگرد ایران، بیا بعد پولا رو از اونا بگیره بده به این و از این دست بگیره بده به اون دست، کارش راه بیفته، شکایت‌ها فعلا پاک بشه، بعدش هم مثلا بتونه دوباره به تیغ زدن این و اون ادامه بده. فکت هم چی هستش؟ فکت هم دقیقاً صحبت‌هایی که این آدم داره توی یوتیوبش میکنه. برای شما چند تاشو تحلیل آنالیز بکنم متوجه میشید که این اتفاقات حاشیه‌ای بیش نیست و دروغاشو میخوام برای شما رو بکنم. اول این صفحه یوتیوب تتلو رو با هم دیگه ببینیم که اوضاعش از چه قرار هستش. از چند روز قبل شروع کرده همش مدام فلان، من دارم برمیگردم ایران، این بلیتم، این فلانم، این بیسانم، آیا طرفدار شما چقدر فلانی. قشنگ یعنی یه 2-3 روز داره حاشیه درست میکنه خب که قشنگ تمام این چیزها رو بشوره ببره و یه پول هم از چند تا آدم بدبخت تیغ بزنه بره. اینها ببین من براتون میخونم
ببینید که اصلا ماجرا از کجا شروع شد. اینها ماجرا از اینجا شروع شد. اومد اسم مسعود جمالی، صلاحپور، سیا والتون و آرمین هاشمی رو عنوان کرد. از این بین آرمین هاشمی و مسعود جمالی کسایی بودن که از تتلو شکایت کردن و این آدم باید غرامت بده و ضرر بده و تاوان بده بابت کنسرت هایی که باید توی اروپا و کانادا برگزار میکرده. خب طبیعتاً پولا رو نداره بده. اولین کاری که میکنه به این دو نفر فوش میده. صلاحپور هم که مسئول قرارداد این آدمه و مدیر برنامه این آدمه، به این آدم هم بده کار تتلو. قابل توجه شما. یه فوش ریزی هم به این بدم، جای دوری نمیره. سیا والتون هم که این وسط توی دبی و جای مختلف چندین سال، یعنی یکی کرده طرف رو اینقدر بهش فوش داد و اینا، کسی که حالا تو دبی بوده گفته آقا یه چند نفر رو فوش بدم، بین اینا یکی بلند میشه پولی به ما میده دیگه. گفته با برنامه‌ریزی قبلی اینقدر فضا رو برام تنگ کردن که مجبور بشم برم ایران. فضا رو کسی برای این تنگ نکرده. یه شکایت رفته در خونه تتلو از طرف مسعود جمالی و آرمین هاشمی و چون این شکایت رفته در خونش الان میگه که نمیدونم فضا برای من تنگ شده. بعد شروع کرد بالا آقا این بلیت منه، من دارم میرم ایران که دیگه خودتونم این ماجراشو میدونید، نمیدونم من اونجا میرم توی قبر الکی. یعنی یک آدم جون دوستتر از این آدم نداریم ما. من بدبخت شدم، من بیچاره شدم، من فلانه، من میخوام برم اونجا. یه بلیت فرداش گرفت، نمیدونم گفت این بلیت منه و گفت بلند شید هوادارا بیاید اونجا. کلا 4 نفر بیشتر هم نرفتن اونجا. اصل داستان هم این بود، میخواست بره این دختره رو برسونه. صبر کنید اینا. میخواست بره این دختره رو برسونه. گفت آقا ما تا اونجا رفتیم، یکی از نوازنده هامونه دیگه. خب ما که تا اینجا رفتیم و حالا بذار من صدای اینو هم زیاد بکنم و اینا. این تصویر دختر گفت حالا من تا اونجا رفتم، تو ترکیه هم که قروش برم شما با یه آشنا بازی یه کارت پروازی هم اونجا با پاسپورت پانچ شدهمو میگیریم، بگیم که حالا ما تا ترکیه هم اومدیم و تا فرودگاه هم اومدیم دیگه. یه حاشیه ریزی هم درست بکنیم. از اون طرف یه مش اسکل هم پیدا میشن، دلشون به حال ما میسوزه، میگن ای حالا یه پولی بدیم یه کنسرتی این بذاره بدبخت نره ایران خودشو به فنا بده. و حاشیه ریزو تولید کرد اونجا دیگه. بعدش حالا بذار من برم پایین دوباره بهتون بگم که این آدم چه آدم معمولکه. بعد ورداش گفتش که آره ما اومدیم نامه دیپورتیمونو داریم امضا میکنیم. اینا یه نامه دیپورتی اصلا معلوم نیست اینو کجا رفتن پرینت کردن. اینو نکنین یه برگی که شما میتونید از تو اینترنت هم اینو دانلود بکنی. خب اینجوری پرینت کردن و خب نه مشخصاتی نه چی. گفتش که آره این نامه دیپورتیمه، تو ورده این نامه. بیا الان من این نامه دیپورتی آلمان رو برمی‌دارم اینجوری امضا میکنم دیگه. کاری نداری که خودم اینترنت گرفتم، قرار نیست که کاریش بکنم که. اون طرف نه امضای کسی دیگه است نه هیچ. این خودش ورداشته اونجا امضا که تاریخی هم حداقل محض رضای خودمون زیرش میذاره دیگه. خب مصاحبه چیزام اشکان اجازه بود یوتیوب دارم براتون پخش میکنم. بعد گفت برگه دیپورتیمون رو امضا کردیم. باز مگه به همین راحتی شما بخوای برگه دیپورتی امضا کنی بری ایران؟ شما شاکی داری توی ترکیه. بعدش هم حتی اگر حالا جلوتر میرسیم، بعد اومد این برگه کارت پروازش گرفت. کارت پرواز گرفتن که کاری نداره که شما اونجا یه آشنا داشته باشی بعد کارت پروازتو صادر میکنه. مهم خروج از گیت شماست و مهم اون موریه که توی پاسپورت شما بزنن. بعد اومد گفتش که ما رو نذاشتن بریم و حالا بهتون میگم کجا نقشش رو کجا میخواد عملی بکنه. بعد گفته که اگه نمیخواستم بیام ایران دیشب تا نصف شب تو فرودگاه چی کار میکنم؟ کاری نداره که یه فرودگاه رفته یه ننه من غریبم بازی بکنه و یه تیغ ریز دوره 200 هزار تایی هم بقیه رو بزنه. بعد گفت رفتم تو راه سفارت. بعد گفت نمیدونم اونجا رفتم به 4-5 نفر رو فوشکش کردم. شما فکر کن بخوای برگردی ایران بعد 4-5 نفر هم بخوای فوشکش بکنی تو سفارت، خب معلومه که خشتک تو پاپیون میکنن. بعد تو اگه اونجا کسی رو فوشکش بکنی اونا میزنن یه جوری دیگه باید برخورد میکنن. خلاصه اینا همش گذشت و گفت آقا من این ور بودم رفتم پلیس و رفتم این ور اون ور، من نمیخوام دیگه تو ترکیه بمونم. بعد اینا بذار من یه چیز جالب ترش رو به شما نشون بدم. این آدمی که اینقدر بعد
مدام این ور اون ور هی فوش میده به سلاپور. بعد چپ و راستم ما اینجا تصویر سلاپور رو جای مختلف میبینیم. این تصویری که هواداراشه و صبر کنید اینجا من ببینم سلاپور رو پیدا میکنم. آدمی که فوشش میده 24 ساعت هم این ور اون ور از سلاپور دیگه نرو دیگه، خودتو خراب نکن دیگه. بعد اینجاش باله. گفته راستی برای زندگی تو ایران رشت رو انتخاب کردم، میخوام برم رشت و انزلی کنار دره ویلا بگیرم همونجا لشت کنم و این صحبت ها. رشت کجا میخوای؟ تو اصلا فرودگاه رد اصلا تو خورتومی ببین رد میشی؟ خورتومی فرودگاه رد شدی، بقیه‌اش بچه‌ها ما میفرستیم رشت، اونجا هم برات درار و اینا بزنن با خیار و گوجه سبز اینا بزنین حال کنی. قوره مسمات هم مهمون من. اصلا الان رشتیا پشماشو میریز. آقا تو رسیدی رشت قوره مسمات مهمون من. بعد گفته که دارم ویلاهای اونجا رو میبینم و خرج اونجا بهتر از اینجاست و از این صحبت ها. بعد اینجاش باحاله. این متن رو که شما بخونید شما پی به این اینم بگم واسه اینجاش هم جالب. در ضمن اداره گوچ، حالا من نمیدونم گوچ به چه معنیه به ترکی، گفته که فردا تعطیلن. یعنی فردا که اینو تقریبا 20 ساعت پیش نوشته جمعه، پس فردا ظهر بهم نامه رو میدن، یعنی شنبه ظهر حتما، یعنی شنبه ظهر نامه دیپورت شدنم رو میدن و شنبه شب هم پرواز میگیرم و دیگه 100% همین شنبه کف تهران هم هیچکی هم نمیتونه جلومو بگیره. داشت فکر ایرانه یکی به این بنده خدای اطرافیانش بگه که سلطان شنبه یک شنبه در ترکیه تعطیله و جمعه ها ادارات بازن در ترکیه، مگه ایران جمعه تعطیل باشه؟ شنبه یک شنبه در ترکیه و در کشورهای اروپایی و کشورهایی که حالا مسیحی مذهبن تعطیله. ترکیه هم همینطوریه، ترکیه شنبه یک شنبه تعطیله. یکی به این بگی همینجا دروغش در اومد. بعد دور اطرافش هم میموش خایمال و خدنگن دیگه، اونا که خایه نمیکنن بهش بگن که سلطان داشت اشتباه نوشتی یا این شنبه یک شنبه، اونجا فوش خار مادر رو میکشن بهش. حالا بگذریم. این متنی که اینجا نوشته من براتون میخونمش کامل و توش 2273 عدد نکته وجود داره که نشون میده تتلو دروغگویی بیش نیست در خصوص بازگشتش به ایران. گفته که هر خری از راه میرسه میگه نرو ایران، الت میکنن بلت میکنن. بله نه عزیزان، شما بری ایران برات فرش قرمز پهن میکنن، میگن به به سلطان تتلو تشریف بیار، شما برو بشین جا خامنه ای. اصلا حرفات که صحبتات اصلا ابی رئیسی رو ما میذاریم کنار. اصلا ابی رئیسی به خاطر تو رأی آورد. اصلا ابی برو کنار تتل بشینه. میخوان مثلا ته دلمو خالی کنن، منصرفم کنن. نه عزیزان بفهم برو ایران. تو خالی چیه؟ تو کسی فرش قرمز برات پهن میکنن گوگولی موگولی، نه تو با بابات پیوند میزنن. و این حرفا یعنی بیان فلان من رو بخورن که اونم نمیدم بخورن. ببینید قابل توجه، اونا فردا این رفت ایران، نیاد بگید که فلانی دنده داده بیسانی دنده داد و این صحبت کرده اون صحبت کرده این شکایت کرده. خودش دوست داره بره ایران. ببینید خوش نوشته، تازه حواله هم کرده، گفته من میخوام برم اینم تو عمل. بعد گفته 100 بار گفتم بازم میگم من کاری نکردم که کسی بخواد بهم گیری بده. سلطان اون کاری که شما نکردی فقط به درد سوئیس میخوره نه ایران. یعنی اگه این کارا رو شما تو سوئیس بکنی کسی کاریت نداره، تو ایران اگه این کارا رو بکنی خشتک فلان آویزونت میکنن. ببینید دوستان، اولا من بیکار نیستم جای الکی وایسم و عشق خارج هم نیستم. ببینید این الکی وایسم این نشون میده که بهتون گفتم دیگه تتلو هیچ وقت رو اسب بازنده شرط بندی نمیکنه. و تا الان هم سلاپور و دار دستش منو با 1000 تا دروغ و وعده و ولی تا امروز کنسرت و فردا کنسرت نگه داشت. عجب. بعد سلاپور رو ما تو ویدیوها میبینیم 24 ساعت باش. بعد خودت کنسرت رو کنسل میکنی، خودت ساعت اخلاق. من بیکار که نیستم بمونم جایی بی خود. کنسرت بذاره کسی میرم توی کشوری یا میمونم برای کنسرت نذارم صحبت. میرم ایران تو کشور خودم ورزش میکنم، آهنگمو میسازم مثل میشه. پس چی شد؟ من نیومدم ایران چون کنسرت داشتم. الان کنسرت ها کنسل شده، برمیگردم ایران. گفتم که اداره کوچ گفته که کوچ بچه به من اصلاح کنید، من دوستانی که ترکیه، شنبه ظهر نامه دیپورتیمو میده و شنبه بعد از ظهرم از
تا شب تهرانم، بعدم میرم سمت انزلی لب دریا باشه برد لب دریا. میگم دیگه آدم معتاد، حالا ما آدمای معتاد خوبم داریم دیگه، چون اون سری من گفتم که آقا این معتادا بعضیشون همشون تعادل روحی ندارن، نمیدونم فلان. دیدم دوستان معتاد خیلی مخلصیم اینا اومدن زیر پیج من کامنت گذاشتن آقا ما 30 سال شیره ناب تریاک محمدی میکشیم، اون یکی میگه من 20 سال فلان، ما که اینطوری نیستیم آقا، به همه معتادا توهین نکن، ما معتاد خوبیم. معتاد من معذرت میخوام اگر به شما توهین کردم. بله دیگه بعضی وقتا هم یه سری آدم‌ها اینطوره. اگرم کاس ببین اینجا، یعنی همه این حرفا رو اومد اینجا این حرفو زد. اگرم کسی خواست من نگهدار استانبول یا هر جای دیگه باید پول بپردازه و کنسرت بذاره. اگرم کنسرت میخواد بذاره باید کم کم 100,000 تا به عنوان پیش پرداخت همین فردا بیاره بذاره رو میز که بمونم. یعنی کل این حاشیه‌ها رو این درست کرده بود برای اینکه یه بدبخت دیگه رو پیدا کنه تیغش بزنه. گفته اگر میخواید من بمونم بعد 100,000 تا بدید. حالا اگرم نخواد بره میگه آره یکی پیدا شده میخواد 100,000 تا به من بده. یعنی ببین چقدر این آدم مارمولک و زرنگه، میخواد یه بدبخت دیگر هم 100,000 تا تیغ بزنه. شما این 200,000 تایی که از این برنامه گذار گرفتی به پس بده. البته خوبه دیگه، میخواد یکی دیگه به بهانه کنسرت پول بگیره بده. بعد تو پول کنسرت رو گرفتی از آرمین هاشمی و مسعود جمالی و بقیه دوستان برای کنسرت آلمان، برای کنسرت کانادا، تو پولتو گرفتی بعد بری فعلا کنسرت بذاری. پس چی داری پیش دوباره پول کنسرت از بقیه میگیری؟ وگرنه من همونطوری که گفتم همین پس فردا اصلا دیگه ایرانم برم فعلا قصد خروج و کنسرت ندارم، چون میدونی دیگه یه مش اسکل دست به جیب بلند میشم میام بهش پول میدن، چون واقعا خیلی فلان بودن ایرانیای اینجا و خستم کردن و میخوام یه مدت استراحت کنم، خودم از این آدمای فلان شده فلان خور پاک کنم. عزیزم King of the best داره برای ما اظهار نظر میکنه. دوما اون ممه رو لولو برد که هر مأمور اسکلی ما رو گرفت میزد تو سرمون دستگیر که الان کسی کوچکترین بی‌احترامی با این لحن داشته مینوشته بی‌احترامی بهم بکنه امروز تو سفارت دیدی چی میشه؟ اونجا ایرانه دیگه کشور. ای بابا داشتم با حس میخوردم رفت اونجا دیگه ایرانه، کشور دیگه کشور مردمم که نیست که غریب و بیکس باشیم، که کشور خودمه. کسی بخواد فلان بگه سوال اضافه بپرسه وقتمو بگیره یا دستگیرم کنه، میخواد پلیس باشه، سرهنگ باشه، سرگرد باشه، قاضی باشه، اصلا هر چی میخواد باشه، بخواد کوچکترین میشناسمش دقیقاً همینجوری داد میزنه. بی ادبی بکنه یه جوری شیلنگن رو روش میکنم باز میکنم که با 20 آفتابم سلطان یارو مامورم اونجا وایساده میگه بفرما جناب تتلو اصلا صحبتا چی؟ اصلا تو سلطان منی، بیا دو تا سلفی با دیگه. میگه نه داداش به من بی احترامی که شخ بوق یه چک افسری اینور یه اونور دهنش سرویس. این فاز مواد جدید خیلی خوبه، فاز مواد جدید دست بلند کنن دست بلند میکنن. بعد بری ببینی که یه سری گندلات های مناطق مختلف تهران الان چجور شدن عروس زندان. بله و بخوان دعوا را بندازن یکی اون به بمیره. آره سلطان اصلا لات کوچه خلوت مجازی. پس اصلا تو این فازا تو این فکرها نرین دیگه. من دیگه اعصاب این حرفا رو ندارم. کسی بخواد انبازی در بیاره به ما گیر بده معروف شه، اون واقع وقت منم انبازی در میارم و یه کاری باهاش میکنم که از اینی که هست معروفتر که هیچی محبوبتر بشم. اوف. یعنی فاز اول فاز نقشش بود توی این متن که بگی اگه من بخوام بمونم بعد پول بدید. فاز دوم فاز گندگوزی بود که سیست رخ و عقاب بگیره بگه بچا تتلیتیابه من چه خفنیم، من چه آدم باحالیم نیستم. با این تنفری که مردم از اینا دارن یا یه کاری میکنم با اون یارو که تا آخر عمرش یه چشی راه بره تو آینه نگاه میکنه امیر تتلو رو یادش بیاد، یا یه بلای سر خودم میارم که اون موقع تتلیتیا باید انتقام بگیرن. پس اصلا فکر نمی کنم پس اصلا فکر این که من بیام ایران و کسی بخواد دستگیرم کنه یا بی‌ادبی بکنه رو از سرتون بیرون کنید، چون من از جونم گذشتم دارم میام. بعدم نمیاد یکی دیگرم با خودم ببرم اون دنیا، اونم یکی از اونایی که با مردم هنرمندا گیر میده
یعنی یاد دیالوگای این فیلم‌های سینمایی عبدالخیاری ایران میافتم. نمیدونم چرا یاد دیالوگ نوید محمدزاده افتادم. بله پس واسه من بازی برد حتی اگر بمیرم یک محبوبتر میشم با این مردم مرده پرست. 2 آهنگ جدیدی بیرون نمیاد و مجبور میشن آهنگای قبلیمو دوره کنن. سلطان الان دیگه هوش مصنوعی اومده، آهنگای جدیدم میاد، صدا تو میدن هوش مصنوعی میدن عباس باتری ساز بخونه، تتلو تحویل جامعه بده. بله و بالاخره بفهمنشون. حتی اگه یکیشون رو درست بفهمن وضع کامل عوض میشه و به هدفی که دنبالش بودم زودتر میرسم. بعد از مرگ هدفش که دنبالش بودم بهش میرسم. بعد 3 از دست دادن این زندگی سگی و این جهان فلان شده آدم کثیف رو هم راحت میشم. والا شما توی یه دونه ویلای 150-200 هزار دلاری داری تو ترکیه زندگی میکنی، یعنی 1 سال اجاره اون ویلا نزدیک 200 هزار دلاره. بازیکنای فوتبال هم توی اروپا و امریکا کریستیانو رونالدو هم نمیره تو همچین ویلای زندگی بکنه. بعد تو به این خونه و زندگی میگی شیری؟ تو چه آدم نامک نشناسی هستی؟ برای همینه که کارما میگیرته دیگه، ناشکری میکنی. پنه نمیدونم فلان بخورید اینقدر نه انرژی منفی و نه دنده بدید، نه یه جور صحبت کنید که 4 تا مأمور فلان شده دولت که حقوقشون از حقوقای کارگر تو خونه منم کمتره فکر کنن تو خودشون، ببینن که میتونن به من بیادبی کنن یا اصلا گیر بهم بدن. همه خفه. بله دیگه پول مفت یه آدم معتاد میگیره و مثلا میده به این و اون، اینجوری هم رودار میشه. از اروپا و امریکا 1000 تا پیشنهاد دادن، اونم چندین سال. پولشون کم بود و امکاناتشون کامل نبود، نرفتم. حالا میخوام مجانی بیام ایران و کسی هم که میخواد بیاد بیادبی هم بکنه. خیر اینجوری ها نیست. من به اندازه کافی چون اینجا خارجی بود 4 تا بچه مأمور که تو لباس شخصیشون با من عکس هم نمیذارم بگیرن به هم بیادبی کردن و تو فلانشون کردم. تو ایران مأمور بخواد بهم گیر بده کلا باید خودش هم با زندگیش خداحافظی کنه، به همین راحتی. جون بابا سلطان این 1-2 روز کلا کارمندا و مأمورای مؤدبتون رو بذارید سر کار که داش امیر میاد پرش به کسی نگیره. بله این داستان تتلوه. ولی یه نکته بگم، این آدم اگر بخواد همین الانم از ترکیه بره نمیتونه، چون شاکی داره، چون پرونده باز داره. شما تا وقتی توی یک کشوری پرونده باز داشته باشی، اگر بری نامه خروجت هم از سفارت بگیری دستت، باید اداره مهاجرت اون کشور به تو اجازه خروج بده و اونها میان پرونده تو نگاه میکنن. اگر ببینن پرونده ای داری، جریمه ای داری، چیزی داری، میگه اول برو پرونده تو حل و فصل کن، جریمه ها تو پرداخت بکن، با آدم ها صلح بکن، هر کاری که دلت میخواد بکن، بعد اجازه داری پاتو بذاری فرودگاه و بری. و تتلو چون این قضیه رو میدونه و میدونه که پروندهش صاف نیست، حتی اگر کارت پرواز هم بگیره نمیذارن پرواز بکنه. از قبلم خودش این قضايا رو میدونسته، حالا همین شو و این فیلم ها رو بازی کرده. خواستم در جریان باشید که این آدمی که دنبال ویلا توی انزلی و رشت میگرده باید اول رضایت شاکی‌ها رو بگیره. حالا ببینیم که در آینده چه فیلمی میخواد واسه مردم بازی بکنه، حاشیه‌ها رو ایجاد بکنه که مردم اون خونه وحشت تتلو و جنایاتی که تو خونه تتلو شده رو فراموش بکنن. اما من که نمیذارم مردم فراموش بکنن که چه جنایاتی رو شما تو خونت انجام دادی. خیلی مخلصیم، دمتون گرم و لطفاً اگر دوست داشتید ویدیو رو به اشتراک بذارید، برای منم حتما کامنت بذارید، من تمام کامنتاتون رو میخونم. خیلی